تو پست قبلی گفتیم اونس جهانی پسته 28 تا 35 گرمه. سنگ 5 اونس پسته نهایتاً باید 342 گرم باشه، نه 342.5. در ضمن ما کاری به پسته هایی به اصطلاح رو میدونی به حال خود با 2 اونس اختلاف خلقاتی، حتی بعضی بارهای صادراتی که حال آدم از رویتشون به هم میخوره نداریم. ما از پسته اکبری با اونس 18 تا 20 کشیده و خوشرویت میگیم. اونم نمره شده، یعنی دمبستش جدا شده، غربال شده، یه دست شده. تو چینش 90%، چند درصد دمبست مجازش هم 50 گرم مغز میده. حالا کشاورز همچین پسته‌ای در حد پسته دستچین که حکم طلا رو داره و خودش تو خونه بر مبنای 342 گرم چند بار از چند جایی بار اونس کرده، از 18 و 2 دونه رد نکرده، میبره بفروشه. بند خدای خریدار اونس میکنه میشه 18 و 3 دونه، چون دونسته یا ندونسته سنگ اونسش 342.5 گرم بوده. یعنی به خاطر همون نیم گرم، نیم میل کفه سنگ اومده پایین، یه دونه تو 5 اونس رد کرده. خوش انصافای بازار یه دونه از 5 اونس رد کنه رو کلا نادیده میگیرن، تا 3 تا دونه رد کنه رو نهایتا نیم اونس حساب میکنن، از قیمت 18 دونه کم میکنن. ولی بعضیا خدا نکنه یه دونه از 18 و 2 رد کنه، میگن چون 3 تا از 5 تا رد کرده اونس پسته میشه 19. کی گفته میشه 19؟ کجا نوشته کیفیت و قیمت اکبری 18 و 3 دونه؟ اگه امسال آمریکا اجازه بده قیمت هر دونه پسته اکبری اگه درشت و خوشرویت باشه در هر اونس به 50,000 تومان هم میرسه. در 5 اونس دونه 10,000 تومان، در کیلو به 2,000 تومان هم میرسه. پس حواستون به این سنگای اونس باشه. بعضی از این سنگا مثل این سنگ قدیمی روشون حک شده 342.5، وزنشون هم که میکنی دقیقاً 342.5 گرمه که اشتباهه. اونس واحد جهانیه 28.35 گرم، یکم دقیق ترش 28.349. تو بازار پسته برای که اونس پسته بهتر و دقیق تر مشخص بشه، رس بر این 5 اونس از این نمونه پسته رو وزن میکنن، بعد تعداد دونه ها رو تقسیم بر 5 میکنن. حالا 5 تا 28.35 گرم میشه 341.75 گرم. آقایون دلال و تجار محترم، از همون قدیم به خاطر رطوبت یا هر دلیلی این 341.75 رو به نفع خودشون روندش کردن 342 گرم. جالبه به همین 25 صدم هم اکتفا نکردن، دونسته یا ندونسته دارن پسته رو با سنگای 342.5 گرمی اونس میکنن. یکی نیسته بگه نیم گرم دیگه از کجا آوردین. سازنده‌های این سنگا هم عمدی و سهوی دارن به ضرر کشاورز این سنگا رو 75 صدم سنگین تر میسازن. البته بعضیشون 342 گرمه، حتی رو بعضی سنگا عدد 342 فارسی حک شده، 5 انگلیسیه، یعنی عدد 5 بعد از نقطه یا ممیز